سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیچم، هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا به قسمت دوم سمتراپی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم سلاطین رپ فارسی رو ببینیم، فری استایلای خفن، کوبندگی رپ فارسی رو ببینیم. این سلاطین تا دیروز کجا بودن؟ چرا استعدادهای ما رو در نمیابین شما؟ بریم با هم دیگه این ویدیوهای سمی رو ببینیم بدون هیچ معطلی. یادتون نره وسط ویدیو دو لایکو بزنید، کامنت بذارید و اگه چنل سابسکرایب ندارید چنل سابسکرایب کنید، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. برو. چرا خسته شدم من دوباره ها؟ اوه چرا روحم پره درده ها؟ من چرا خسته شدم من دوباره ها؟ ها چرا این روح پره درده ها؟ الله بگو گنده تره تو کیه زیر دستم رنده میشه؟ الله چرا گنده مملکت حق ما رو بس داد پسرش؟ الله امتحاناتو در بخونه موقع امتحان، این چه کاریه بچه؟ نازم چرا گوشیش خاموشه؟ الله وقتی با نازم خصومت شخصی داری امروز و علف الله نازم چرا گوشیش خاموشه؟ الله امروز و علف الله چرا کاپ کیک خوشگل‌تر کیکی یزدی میشه؟ الله چرا کاپ کیک خوشگل‌تر از کیک یزدی میشه؟ چی گفت؟ چرا بعد این سگ دو تنم پر از خستگیشه ها؟ الله چرا موفقیت بعد این همه دیدیه؟ الله چرا اف خونمون هی برفکیشه؟ الله چرا اف خونمون هی برفکیشه؟ الله بچه بیا برو امتحاناتو بخونده، فردا امتحان داری. این چیه؟ اصلا کلا شعر تتلو تکست تتلو عوض کرد. تتلو با دیدن چنین صحنه از موسیقی خداحافظی میکنه به نظرتون؟ شیرین و رپ من خوبه و رپ تو نگم برات. رپ تو اینه که واسه زیدات بخونی. رپ من کاری میکنه سرپا بشینی، پیرهن رو توش کنو، عکسم رو توش کنو، هدفون رو تو گوش کنو. قافیه سازی چقدر دقیقه. پیرهنمو اتوش کنو، عکس تو روتوش کنو، حرفامو تو گوش کنو. رپ منو گوش کن، رپ من میاد از حقوق قلب مردمم. زحمتو کشیدم واسه که بازم رپ کنم. چه زحمتی کشیدی؟ نردمون نداشتیم تا بریم به آسمان، ولی حالا مارتی کفشم رو آسفالت. مهربونی از من بوده کینه از شما، نتیجه شد رضا طوفان سرور شما. رضا طوفان بچه ها آهنگشو برین گوش کنی حتما، خیلی خفنه. خیلی اصلا ببین رپ فقط رضا چی بود؟ اسمش چیه یادم رفت. رضا طوفان رفت فقط رضا طوفان. ببخشید چین استادی ما اسمشو یادم میره. من عشق من تکس من فکر من همینو خلاصه شد توی انگی به نام رپ من. چاکرم هتونم مخلص تیم سلطان. خیلی ممنونم که واقعا وضعیت رو درک میکنی، واقعا واسه جامعه رپ فارسی اینقدر مفیدی شما. باره درد تو بگو سفید شده کارهای مو میدم داستان تو گل میشن نزدیک تو شما پا هر روز تو میبینی منو وحشی تر، همون روانی یا رپ قبلیم. وقتی که منو میبینن کر میرن، تو نه رو بیشتر رپ میشن تو یا رپ بیرن. هنو شماره یکی یا رپ بیتر دیدم، من میخونم و تو هم میشی وحشی تر. هر روز دیده همو میبینی تو سمیتر، هنو دیدی پرپتت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 ت
fuck up any day. Do you see me? Shut up. Very last your move is fuck up. I'm in all tip top. Let me touch your pitbull. مثل منو نمیبینی هیچ جا. در جون دل خودش مایه میذاره. این استعدادی و یه تالنت واقعی واسه رپ فارسی. محمد بیار محمد بیار بیا. دلار موضوعش با دلاره. ببین داره خیلی میخوام پولسازی کنم برم اون بالا. پولسازی داره میکنه. پس ببینید اینا واسه رپ فارسی کاملا مفیدن.
آهای نسل اولی رپ فارسی، این استعدادهای دریابین کجایین؟ اینا این پولاری که ترکیب گرازانه پولی زده بجونی به کلت الان یه جوری پول چاپ کنم پولای کلان وقتی بی پولی میزنه به سرت پول گیم نت نداری بری گیم نت بازی کنی میای رپ میخونی. ساختم فقط افتخار و ملتفت میشه فقط کرد افتخار. ملتفت بعد از دیدن این ویدیو زار نشست گریه کرد و تنها جمله این که گفت این بود: ما رو دور ننداز. اما خندیدم تو صف جلویی راه بندونه که تو اربابشونی. اما پیش خودی چی فکر کردی یه 15 ساله رو دیس میکنی؟ چی فکر کردید پیش خودت؟ یه 15 ساله رو دیس میکنی؟ آخه زورت به یه 15 ساله میرسه؟ این 15 ساله، ولی 15,000 ساله که تو رپه. یه خوبه که حالا 30 سالته اما بچه بازی هنوز تو مرامته. احتمالاً گذاشته کورش گذاشته که اینجوری اعتراضی میاد جلو. 30 سالته هنوز بچه بازی تو مرامته. اشغال عباسی. ببینم شاخ شدی از این مملکت باید یه جوری زده بشونیم قشنگ روی کتک. اما خب حیف که از ما بزرگتری اما مخواهیشو داریم که بکنی پیش روی دیگه. همسال واسه کجا گیر میاد تو تنها آرزوت این بوده بشینی پشت فیات. نه محمد چه قافیه‌ای، واقعا عالی بود. براتون یه شعر جدید و قوی و محکم میخوام در بدم. هم دیز هم جواب دیز. کفترباز معروف اینستاگرام. رک برد رپ شاه رپ هستی اما نوکر بنده. شاه رپ هستی اما نوکر بنده. بنازم تکس. تو شاخ میشه اما شاخ گام. تو شاخ میشه اما شاخ گام. پس با تو کاری ندارم. داداش این همه کوبوندیش بعد میگه بس با تو کاری ندارم. پس اینا چی بودن تکسای قبلی؟ پس با تو کاری ندارم. افتاد یا نه؟ وای خنده های رومخت شاخ مجازی شده. سفید درگان گفتم اوکی بیبی معنون هستش. مرسی از این صدا، مرسی از این پانچ لاین، مرسی از این فلو. اصلا ترکوندی تو. بچه آلبوم جدیدش هم به زودی میاد. وقتی توی خونه خانواده نشستم و نمیخوای صدای فحش دادن کسی بشنوه چه آروم میخونی تو. اندشتر اومد خسته شدم به خودم صبرم سر اومد هر جا که بودیم گفتی گشنم خب مشتم. خواست خیلی مؤدب باشه. هر جا بودی گفتی گشنم خب مشتم. باستا کنار قیمه و کنار ماستا میخوام بریزم رود 1 کیلو پاستا. واسا میخوام بریزم رود 1 کیلو پاستا. best text best you are best. لو کردنت توی کامیون بستم به گردن تاپیون پاپیون بستم به گردنت توی همون کامیون کردنت میگیرد تو همون کامیون بهش تجاوز کرد. فارسی مسخره است. اوکی داشت بس نداشته باش. You are stuck in my pocket. Nobody care if you sucked it. I'm gonna kill this motherfucker. Stuck in his fucking papa. Give me a gun. I'm gonna kill this bastard just for fun. Yeah, stop listening to the rock because you gonna get fucked, motherfucker. Oh, yeah bro. آهنگ علاف است یا دیگه شو بخونم. وقتی سعی میکنی بدل سروش هیچکس باشی. دارم که دوستان بیشتر حمایت کنن. حتما دیدم به زودی میدیم بیرون. حتما دو عاطفه بهش گفتن صداش شبیه سروش هیچکس. اینم از دیشب من شبیه گرگو شعری میریزم میگفتن قیافم شبیه لاتو
خب ببین تو گفتم که شدم شبی شهرام، میدونم مغز قف کرده رو همه شهرام، حتی نقبم باشی جلو من علافی. ولی جدی یه خورده صداش خیلی نزدیک به سروش هیچکسه. می‌دونی میگه اسم من اینه، من میدونم از قبل تو مغزم ملجش کردم، زیرشم خط کشیدم، قد قرمز. آهنگ قد قرمز. توی تالنت واقعی هست، حتما یه ایمیل به هیچکس بزن، هیچکس تو جذب کنه. واقعا همچین استعدادی ملتفت نیازمنده. اینم پدر رپ. کلاشو فاک یو فک رپ نکن در دعای کیوسف نقطه مستاکی نری رو فلو شهر ایو فلو دامونه گربه یعنی بب نشدی که ببر تیزی ناخونه حسن ها نیومده پنجرشو 2 صدا میره. سمت اقیانوس دوره از خودت نساز افتاب پیست جوجه چی میگی ها که بیریزی باید با یه دیسلک سیلی وقتی بیاد اسم جنگ و درگیری خوندید جا میزنی نیست دست تصویری. همون هیتراش بودا، هیتش نکنید. خیلی جنگ اومد، اولش شروع کرد با انگلیسی شروع کرد رفت جلو و یهو تغییر صدا داد. تغییر صدا فقط خودت، جنگ فقط خودت، به در رپ فارسی فقط خودت. او مثل داداشم بود، یعنی اگه نگرانی داشت یا کم بود یا ناهمواری داشت، راش یا کش بود، یکی کنارش داغر بود، حتی اگه باش قر بود، حتی اگه با خاطرش قر بود، من باش بودم. من هیچ کسم، من هیچ کس دوست دارم، میخوام کنارش باشم. باشه خب تا حالا هیچ کس دوست داریم باشه داشت، خنجراتو نابود نکن. آی اینم تکسته اینترنت، درباره اینترنت خونده فکر کنم. نمیدونم چرا چند وقتی سرعت اینترنت ضعیفه، حالم داره به هم میخوره و این خیلی برام عجیبه. منم دلم میخواد بچرخم تو دنیای کوفتی مجازی، آخه من پی اصل جنسم، تو دنبال سیب زمینی پیازی. به تکسان بخند ایراد نداره، من که نیستم استاد ریاضی، ولی ناموسن این نتو درست کن داداش. چرا بچه بازی؟ چرا؟ شما گه و لزبیانی فقط دوست داری کلیپتون پلشه، ما رو تو دنیا راه نمیدید که یه وقت کار آبجیتون فینیشه. من میزنم فینیشه رو بهت، بیا بشینوش بخور املت. بچه های ما خر نیستن، سوراخی میان از تو جایی که نکنی فکر. براوو 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 مای براوو، عالی بود، خیلی خفن اومدی، با گنگ شروع کردی. امیدوارم که کسانی که اینترنت رو اینقدر ضعیف کردن این ویدیو تو رو ببینن و تاثیرگذار باشه واسه شون. خیلی تاثیر گذاشتی واسه اینترنت ایران. رپرهای ما که اصلا در مورد اینترنت ایران هیچ کدوم رپ نخوندن، که تو فقط خوندی، تو فقط حامی نجات ما هستی، پینگمون خوب بشه. برو دیگه نمیخوام. کجا میای؟ تو عاشقی بلد نبودی. برو دیگه نمیخوامت. کجا میای؟ تو عاشقی بلد نبودی. ولم کن. برو از همون راهی که اومدی برو، درم پشت سرت ببند. دیگه نمیخوام. برو پیش اونایی که گولت زدن، با وعد و وعید گولت زدن، برو گفتن من به دردت نمیخورم. برو دیگه نمیخوام. از عاشقی هیچی نمیدونستی، هیچی. ولم کن. هیچی. حتما باید آهنگش دانلود کنم گوش کنم. یاد عشقم میافتم. عاشقی ببین چه کردی با دلم، دارم میمیرم اما هنوز سینگلم. عاشقی خونت خراب شه رو سرت، آخه این دلم خیلی وقته منتظره. سلطان خوابه، وقتی میخوابه
اگه پیش من بمونی پا به پای من بخونی جونمو واسه میدم من واسه تو که سگ سرما اگه پیش من بمونی دماغت هم بکشی بالا آقاش نکن باید بیرون واسه تو که مهربونی اصلا کلن داریم میاد پایینی یکی من دماغشو بگیره داره میاد پایین دل من خسته شدم کشیدم بلدی روی خود پنجه کوتاه کشیدم بلدی کوله سفرت عشق به دور دست بیار بلدی تو به جرم بی وفایی این چنین فنا شدی نفسم بی نفست انگار از در قفس است حرفای احساسی عشق نیست از هوس است هر چقدر تنه زدی بر شوخی می پنداشتم چهچه تو همچو بلبل آشوب برپا میکن شدم اریانی اب تسلیم تو تا ابد میخواهمت این حالتم را داری وقتی که بعد از یه دور موفق به مقتدر نمیشی اینه شرایطت یه موزیک پلی میکنی و چسناله میکنی نکن برادر من مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید اینم از سلاطین رپ فارسی امیدوارم که صمیمی نشده باشید اگر دوست داشتین لایک کنید اگر نظری دارید کامنت بنویسید یا اگر مشتاقید پارت بعدیه سمتراپی رو ببینید حتما تو کامنت بنویسید حتما کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب ندارید حتما چنل سابسکرایب کن اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر باشی یا بیاید سریع ویدیومو ببینید تا ویدیوی بعدی بوس بهت پیس